بودی حالا مشرک هم شدی؟ مشرک برای چی؟ مگه نمیدونی گریه برای اموات شرکه؟ کی گفته گریه بر اموات شرکه؟ حضرت عمر رضی الله عنه. تو پیرو حضرت عمر هستی یا حضرت رسول الله؟ کدوم واجب تره؟ هر دو تاشون که یکی هستن. خب اگر بخوای اینجور حساب کنی طبق فرمایش شما پیامبر رسول الله باید بره جهنم چون بر اموات گریه می‌کرده، عمر باید بره بهشت. یا اگر پیامبر باید بره بهشت، عمر باید بره جهنم. اموات شرک باشه، رسول الله هم مشرکه. اگر گریه بر اموات شرک باشه، پس رسول الله هم مشرکه. و اگر گریه بر اموات شرک نیست، چرا عمر میزده؟ نظرت چیه؟ چی شد؟ واقعا چرا حضرت عمر مردم رو میزده وقتی پیغمبر خودش گریه می‌کرده؟ آفرین. من جوابت که نمیتونم. مولوی های عزیز خاک پاتونه. جواب این رافضی رو بدین دست از سر من برداره. به خودت فکرم دیگه خراب شده. شیطانی ابلیس دجال. اهل سنت ما یه بحث تاریخی و علمی داریم از کتب خودتون که پیغمبر بارها برای اموات گریه کردن و اگر کسی هم برای اموات گریه می‌کرده نهیش نمی‌کردن. از اون طرف تو کتب خودتون بارها اومده که عمر افراد رو میزده به جرم اینکه گریه می‌کردن و پیغمبر اون کارو نهی می‌کردن. باید یکی از این سه حالت رو قبول کنید که یا عمر از رسول الله بالاتره که اینجوری مقام رسول الله رو زیر سوال بردید، یا کار عمر اشتباه بوده، یا اگر نه این رو قبول دارید نه اون رو قبول دارید، باید قبول بکنید که تو کتاب صحیح مسلم و صحیح بخاریتون دروغ نقل شده و این کتب درش دروغ هست. دوستان عزیز، در جواب باید گفت که پیامبر علیه الصلاه و السلام در حدیث صحیح البخاری حدیث 1294 میفرماید که لیس منا من لطم الخدود و شق الجیوب و داوود الجاهلیه. پیامبر میگوید که از جمله امتی من اون کسی نیست که در هنگام مصیبت به سر صورت خود بزند یا سخنان جاهلانه بزند یا گریبان خود را پاره کند. پس اولا از نوحه‌گرایی و از فریاد زدن و از گریبان پاره کردن خود پیامبر علیه الصلاه و السلام من کرده است. و شما یک روایت معتبر را بیاورید که حضرت عمر از گریه معمولی کسی را من کرده و حضرت عمر که زنان بین مکایله را از فریاد زدن و نوحه‌گرایی من کرد چون که پیامبر من کرده بود. پس حضرت عمر به طبق حدیث پیامبر آنها را من کرد که شما نوحه‌گرایی نکنید، شما فریاد نزنید، شما سخنان جاهلانه نگویید در هنگام مصیبت. و ثانیاً در تهذیب الاحکام که کتاب اهل تشیع از شیخ طوسی میباشد در جلد 8 صفحه 111 میآورد که نوحه‌گرایی و فریاد زدن و گریبان پاره کردن ناپسند است و گریه عاطفی و گریه معمولی مشکل ندارد. پس جواب اینجاست که حضرت عمر در هیچ روایتی نآمده است کسی را از گریه معمولی من کرده است. حضرت عمر آن زنان را که من کرد به خاطر این بود که آنها نوحه‌گرایی میکردند، آنها سخنان جاهلانه میزدند، آنها به خلاف حدیث پیامبر کار میکردند. پس حضرت عمر آنها را من کرد و این کار حضرت عمر به طبق حدیث پیامبر میباشد. اگر شما حدیث پیامبر را قبول داشته باشید، کاری که حضرت عمر کرد، فعلی که حضرت عمر کرد، این فعل حضرت عمر به طبق حدیث بود و هیچ تعارضی با امرای حدیث ندارد. و در آخر میگن شما یک روایت معتبر را بیاورید، یک روایت را بیاورید که حضرت عمر کسی را از گریه معمولی من کرده است. در نزد اهل سنت و در نزد اهل تشیع هیچ روایتی وجود ندارد که حضرت عمر کسی را از گریه معمولی من کرده است. حضرت عمر که اون زنان بین مکایله را من کرد به خاطری که آنها نوحه‌گرایی میکردند، آنها به خلاف حدیث پیامبر فعل میکردند، پس حضرت عمر آنها را من کرد.